شماره 3 افسانه‌ای، دفاعی که هیچ وقت فراموش نمیشه. مالدینی 648 بازی باشگاهی انجام داده، 29 گل زده، 28 تا پاس گل. و 138 بازی ملی برای ایتالیا، 12 گل زده و 12 تا پاس گل. مالدینی فقط در لیگ ایتالیا، اونم فقط برای میلان بازی کرده. مالدینی در طول دوران حرفه‌ایش 23 تا جام باشگاهی با میلان کسب کرد. افتخاراتش 1 بار حضور در تیم ستاره‌های جام جهانی بوده، 3 بار حضور در تیم ستاره‌های لیگ قهرمانان اروپا، 1 بار بهترین مدافع لیگ قهرمانان اروپا شده، 3 بار حضور در تیم ستاره‌های فیفا و 1 بار هم بهترین مدافع سری آ ایتالیا شده. مالدینی با پیرن شماره 3 میلان خاطرات خوب و شیرینی برای هواداران میلان ساخت. با خداحافظی مالدینی پیرن شماره 3 میلان هم برای همیشه بایگانی شد. به احترام این بازیکن بزرگ، چنل ما رو سابسکرایب کنید.